چرا باید تو سال 1403 یه تولید کننده محتوا باشیم نه فقط مصرف کننده محتوا؟ میدونیم که هممون داریم روزی چند ساعت از وقت با ارزشمون رو توی اینستاگرام، تیک تاک یا بقیه سوشال میدیا میگذرونیم. این موضوع انقدر عجیب و غریبه که خارجی‌ها بهش میگن دوم اسکرولینگ، یعنی کافیه فقط یه نوتیفیکیشن از دوستمون یا از هر کسی دیگه روی گوشیمون بیاد و ما وقتی به خودمون میبینیم که هنوز 10 تا 20 دقیقه است داریم اسکرول میکنیم. اگر هم فکر میکنی میشه بهش غلبه کرد، نه به این راحتی نیست. اگه فکر میکنی میتونی به بهترین انجینیرها، بهترین دیزاینرهایی که دارن توی فیسبوک و اینستاگرام کار میکنن و تنها وظیفه‌شون اینه که یوزیج تایم ما رو ببرن بالاتر، میتونی بهشون غلبه کنی، سخت‌تر اشتباهی. من فکر میکنم راهی که برای حل کردن این موضوع وجود داره، دو راه حل است که توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم.